برادر عزیز عنایت‌الله، از سببی که خودمون پگاه به سفری سیر و سیاحت دهه کوساتراش میبریم، من میخواستم شما دارید یگان سرود درباره دهه؟ البته من نگفته نماند، من وقت از اونه که شما به زنگ زدگی بودم شما به من گفتید که من بعد از یک هفته یا اینکه هفته آینده انشاءالله تشریف میبیارم. گفتید من خودم همه خیلی با خواست خداوند چه شد باور کنید خواب بودم، همه خیلی یک باره سرم با اومد، همین چیز یک تا 6 سرم با اومد، یک رخش اومد. بعد من خودم خیلی دوام دادم، دوامشه من هم شعر می نویسم، هم آهنگ می سازم، هم ترانه می نویسم و من خودم هم شعر در باره دهه کوساتراش شعر نوشتگی هستم. البته که با اجازه شما من راستش شعر نوشتگی هستم، اقتا پره از زیاد نمیدونم. حاضر انشاءالله من شما با وای میکنم، میخونم، تیار است. یگان مراتب خوانده بوده؟ البته من خودم خوندگی بودم دیگه اونجا نه. این نه شما خوشبخت‌ترین انسان هستید که من برای شما درباره دهه عزیزم باشدم یک سرود خونده میتونم انشاءالله. حاضر خدا خود درم باره منظرها استفاده انشاءالله. این شعر خودم نوشتگی هستم، نگفته نماند. زادگاهم گلشنی دایم بهارم کاستراش، زادگاهم گلشنی دایم بهارم کاستراش، دهی زیبا منظر و آواز دارم کاستراش، مردمانت نیک نام و نیک رایم از ازل، ای بهشتی جاویدانم افتخارم کاستراش، مردمانت نیک نام و نیک رایم از ازل، ای بهشتی جاویدانم افتخارم کاستراش. عاشق بیقراری میکند، همچون من زی عشقت بیقرارم کاستراش، اندلی با نز برایت نغمه خوانی میکند، من به وصفت میسرایم ای دیارم کاستراش، اندلی با نز برایت نغمه خوانی میکنم، من به وصفت میسرایم ای دیارم کاستراش. مردمانت جملگی مهمان پرورند، ملکی خوش باد و هوای و نام دارم کاستراش، با محبت گفت بهری تو عنایت این غزل، مهری تو پایان ندارد زر نثارم کاستراش، با محبت گفت بهری تو عنایت این غزل، مهری تو پایان ندارد زر نثارم کاستراش.
پایان از ازل ای بهشتی جاودانم افتخارم کاستراش ای بهشتی جاودانم افتخارم کاستراش یک جوان تشکر با وقت به نهایت یک سرودی نقص خونده دکن وقتی که میخواد سرودی آدم گوش میکند نسبت به وطن نسبت به همون دیها باور کنید اول افسانه میتواند که در حقیقت آدم میزود همین حسیاتش بالا میشه البته هر یک میگن که قدر نعمت بعد نعمت غیر او ناله نیست همین هر نعمتی که از دست میرد بعد به قدرش میرسه این وطن این چمن این باغ و بوستان این تاجیکستان عزیز وطن ما و شما است باید که دوست داشتن در کار در حقیقت اکنون من نمیدونم شاید که من حق این سخن گفتن نداشته باشم زیرا که یگان خدمت یگان نمود بهبودی به این وطن آوردگی نیستم یک بنده عاجز هستیم یک نواربردار هستیم همین تا اون چیزی که از دست ما میباید همین یک گوشه دیار رو نوار میگیریم نشر اینترنت کرد این شخص هم که حافظ هستند و یک الهام که آمدن همین یک سرود می نویسند زمزمه میکنن همین وطنداری همین است هر کس به حد امکان خودش همین خیلی جونه همین من همین فکر میکنم من هیچگاه از دستم دیگر کاری نمیباید که من خیزم برای این وطن کرده باشم به همین خاطر یک جان تشکر به شما آوازتون خسته نشود همین سرودی وطن سرودی دیها سرودی میهن ایجاد کردن و سراییدن رو دوام دید ما شما احترامون خوش میکنیم ما همیشه پی اجازت هستیم سلامت باشید